ما به 2 تا پارچه احتیاج داریم چون 2 رنگ هستش. طول پارچه‌مون میشه اندازه دور سر، حالا با 1-2 سانت اضافه برای جای دوخت. عرض پارچه دلخواهه، فقط اینکه پارچه‌ای که قراره رو قرار بگیره و اون قسمت رنگی پارچه رو داشته باشه باید از نظر عرضی 4-5 سانتی کوچیک‌تر و باریک‌تر از پارچه زیری باشه. حالا 2 تا پارچه رو میذاریم روی هم به این شکل و شروع میکنیم به دوختش. اول درز اینجا رو با همون فاصله که تقریبا نیم سانت میدوزیم و بعد مجددا درز روبرو رو میدوزیم. حالا کار برمیگردیم. و یه اتوی تمیز میزنیم توی که 2 طرف به یک اندازه بیرون بمونه. بعد اینکه اتوش کردیم میتونیم سرش رو سردوش کنیم یا اینکه میتونیم از این قیچی استفاده بکنیم برای اینکه سرش مرتب بمونه. پارچه هم میزنیم روی هم دیگه 2 طرفش رو دوباره میزنیم روی هم و از این گوشه تا اینجا یه برش میزنیم و پارچه رو خالی میکنیم. حالا با این شکل میاریمشون روی هم دیگه. اینو میذاریم دقیقا زاویه ها رو روی هم میذاریم. و هم لایه آخر به این شکل سوزن میزنیم که این لایه ها زیر چرخ از هم جدا نشن و این تیکه رو میدوزیم.
هدبندمون حاضر شد. این ایده خیلی خوبه برای اینکه وقتی یه لباسی میدوزین از پارچه‌هایی که باقی مونده بتونید برای خودتون یه هدبند درست کنید.